ز پیشم می روی دلگیر شوی یار، نشانی در سرگی قیر شوی یار. دیگه بعد وعده دان من ساز نمیه، شکاف شکاف به مثل کف گیر شوی یار. آتشش بسیار سوزان هستی، شما باز اذیت نمیشین؟ حالا دیگه همون عضوه ماست دیگه. در خرمنجایی که میبرین پای میزنین؟ چند روز باید پای بزنین شما؟ بسیار روز پای میزنیم. باید خوب شد که این مرحله چه گفتیم، ما امیال حیران مونده بودیم که چرا زیر ترپال میکنه. برادر به ما گفته بود که ما در خرمنجای میبریم پای میزنیم. مثلا یک روز که مونده خب دم خود که گرد بازی رو میکشیم به خرمنجای. عاشق چند قسم است نه؟ خب چند تو کدام قسمش هستی؟ مرحله رسیدیم که اینجا شاله تبدیل به برنج وطنی میشه. مشهورترین برنجتان چی است؟ برنج باده. برنج باده. برنج باده در یک جریب زمین چقدر حاصل میده؟ سلام بیننده های عزیز چینل یوتیوب دیدرس، چی در داخل افغانستان هستین چی بیرون از افغانستان. ما امروز آمدیم در یکی از قریجات ولایت بغلان، آمدیم که شاهد برداشت برنج وطنی از نزدیک باشیم. ما قبلا در قسمت اول براتون گزارش دادیم که برنج چگونه کشت می شود و چگونه درو می شود و چگونه انتقال داده می شود به خرمنجای. و امروز در گزارش قسمت دوم آمدیم که ببینیم چالش ها و برخورد های مردم و چگونه اینا به دست میاره و چی کارهایی را میکنه. آمدیم تا اینجا از نزدیک یک گزارش داشته باشیم، شما با ما بیننده باشید. این چای هست که چای شالی مدت 7 روز در این چای شاله ها تر می شود و بعد از 7 روز از چای بیرون کشیده از جای دویم انتقال داده. بعد از اون این بریان میکنیم. شالی لوانگی وطنی اون سالی دوشی ولایت بغلان است که از این دیقانا یعنی به کسب پیشه دیقانا بوده. همیشه از این مردم از برنج وطنی استفاده میکنیم برای فروش و هم استفاده خوراکی فصل زمستانی و تابستانی مردم که یک تعدادش برای فروش و تعدادش از این استفاده میشه برای خوراکی همین خودی وطن استفاده میکنیم. یک السلام علیکم. سلام علیکم جور بخیر. برادر خوب هستین؟ بخیر سلامت خیرت است؟ بخیر باشین. بخیر باشین. اسمتان؟ بسم الله. بسم الله خان. این مرحله که انجام میدید چی نام داره این؟ شالی بریان کردن است. شاله بریان کردن است؟ این چند دقیقه را باید تو سر و زیر کنی که گپ از آتش کردن دیگه از دیگه نفر اونجا زیادتر آتش کنه بهتر میشه، اگر نه که کم آتش کنه دیگه دیرتر زودتر این تو که فرق داره. خب اگر زود شود چند دقیقه باید باشه، اگر دیر شود چند دقیقه؟ 20 دقیقه 25 دقیقه این تو کی کارا داره. بسیار خوب. این باید 20 دقیقه اینمی تو خودت سر و زیر کده بری کده. این تو کار کردم موریم دیگه. خب دلیلی که بالا بسته که چیست؟ با خاطر وزن از این چی را بالا کنه نه زود بیش نمیکشه دیگه کافی را بالا کنه. خب بسیار خوب. این غیر ای دیگه تا که به این شکل گرد است دیگه دیگ نمیشه؟ نه هم دیگش هست دیگه همین چیش هست. این شالی که خودت کشت کردی به نام چی میشه؟ این به نام لوانگی است، لوانگی وطنی. ها لوانگی وطنی است. شما چند نوع شالی دارین که چیز است؟ مثلا سنگاگ است دیگه، خجاگ است، لوانگی است. این چند قسم است دیگه. ها امی شما تا هنوز 3-4 قسمش کشت میکنین؟ بله. امسال حاصلات زمینا چه قسم بوده به نظر شما؟ زیاد دیگه زحمت کشی دیگه است دیگه. اگر زحمت زیاد بکشه و کار کنه دیگه حاصلش خوبتر است، نه کسی نیست. خب از اینجا که شما این مرحله خلاص باز چی میکنید؟ دیگه با دیگه خشک میکنیم در خرمنجای پای میزنیم، بعد از اون ماشین میاره ما برین میکنیم. ایرا در خرمنجایی که میبرین پای میزنین؟ چند روز باید پای بزنین شما؟ بسیار روز پای میزنیم. باید خشک شود؟ خشک شود. با چی تو خود فهمیدین که خشک شده؟ ما فهمیده میشه که این برین چی سخت شده دیگه. تو در اول نرم است، زیر او میمونه. خودی دیجا بسم الله خان کارگر است یا کس خود است؟ کارگر هستیم. شما اینجا کارگری دیجا به شکل پول نقد است یا اینکه به شکل شما برنج میگیرین چه قسم است؟ از جورآمد خودم اولو است دیگه. کسی که برنج جور میاره، کسی که پیسه جور میاره دیگه. شما یک روز کارتون بسیار کارتون ثقیل است. یک روز چند سر برنج شما را میته؟ یک 2 سر میگیریم دیگه.
دو سیر. برنج سیر چند است اینجا؟ یک ارزان است ولی چند است سیرش؟ 240 250 موتور. اینا 250 اگه باشه دو سیر بده شما رو 500. ها. بسیار خوب. دیگه اگر کدام گفتنی داشته باشی برای بیننده‌های ما. بخیر باشید، صحتمند باشید. تشکری که شما آمدین اینجا دیدین زحمت‌های ما را. اگر کدام پیشنهادی برای حکومت داشته باشین برای دیاقین چی کار کنه اگر پیشنهاد والا کنه؟ گپ از اینی که زحمت مشکل مردم زیاد است دیگه، با کسی جویش خراب است و کسی زمین نداره و دیگه این توکی گپا است. نه خاصه برای حکومت اگر پیام داشته باشی برای چی میگین که در قسمت دیاقان چی کنه باید؟ برای دیگه دیگه اون کمکایی که داشته باشن مثلا تو دیگه پایش دیگه ارزان شوه؟ ارزان شوه ها. بسیار خوب. کمک بکنه ارزان شوه. بسیار خوب. خیلی شما چیز کرده برین که ما یک دفعه خوب بیننده‌های ما ببینن که چه وقتی مرحله شما 25 دقیقه پر میشه. یه دیگه رسیده دیگه. این شکلی که چند کات با فهمیده میشه که شده. خب اینا به این معنا که خود چند کات فهمیده میشه که چی شده؟ اون سفید میشه دیگه، نه کسی دیگه نه. دولت محترم تقاضا میکنیم که موتری را پیدا کنه که کالیبرانی آسان شد بعد از آن استفاده کنیم. ماشین‌آلات جدید. سلام علیکم برادر. سلام علیکم. بخیر هستین؟ خوب هستین؟ بخیر و صحتمند باشین. اسم من نیازمند حسینی از ولایت بغلان سالدوشی قری لختقه هستم. بسیار خوب. نیازمند خان، نیازمند خان ای که در اینجا جمع کردن دلیلش چی است به نظر خودت؟ دلیلش این است که اینجا با زیر ترپال میکنه که اینجا خوب پخته شود. مثلا اگه تایی که از لبای دیگ اگه خام مانده باشه زیر ترپال خوبتر پخته میشه، دم میگیره. این به این معنی است که اگر یگان تو از دیگ خلاص بشه اینجا خوبتر پخته میشه و مثلا برنجش میده نمیشه. خب بسیار خوب. اینجا باز بعد از اینکه اینجا شما جمع کردین اینجا چند ساعت باید اینجا باشه؟ اینجا مثلا تقریبا یک شب یک روز اینجا میباشه. خب یک شب یک روز باید اینجا باشه. اینجا باشه که به خاطر یگان تایی که خام مانده از لبای دیگ میریزه مثلا خام میمونه اونا اینجا پخته میشه. خوب سمسه اونجا خوب پخته به خاطر از میشد گفتین که زیرش آتش میگنه، اما اینجا چطور پخته اینجا میشه؟ پخته به خاطر از است که اینجا دم میگیره. فضایش مثلا تفتشون زیر مثلا نمی ترپال می باشه، مثلا زیر گلیم مثلا هر چی که بالایش پورته کنیم اینجا تفتش میزنه به خودش پخته میشه. او بسیار خوب. از گرمی دیگرایش هم پخته میشه. پخته میشه. مثلا که برنج که داد یک دم میدیم میرم مثل که برنج است دیگه دم میدیم دیگه شالی را. خب بسیار خوب. یعنی خوب شد که این مرحله ش گفتیم ما امیال ایران مونده بودیم که چرا زیر ترپال میکنه. برادر به ما گفت که ما در خیرمنجای میبریم پای میزنیم. اینجا مثلا یک روز که مونده خوب دم خود که گرد بازی رو میکشیم به خیرمنجای. باز از روی شب که مثلا خوبتر رفته کنیم برنجش میدان نمیشه باز. خب بسیار خوب. این باید تا صبح مثلا این باید دم هفته خوب است یا که دم سایه اول مثلا دفعه اولیش که مثلا شب هفته کنه خوبتر میگه. شب تا صبح پای بزنی مثلا نیم ساعت بعد پای بزنی که میدان نمیکنه باز. شب گرمی نیست مثلا تیز نیست. پای زدن منظور دی است که قدم پای خود دبینش میگیره. مثلا این تو یک بوجی را مثلا یک 50 سانتی دورتر شو میکنیم. خوب که اوار کردیم باز دیگه پای میزنیم تیت میکنیم. پای میزنیم تیت میکنیم مثلا 3 روز داخل منجای اون رو هر روز آفتاب میکنیم دیگه شب جمع میکنیم باد میکنیم. بعد از 3 روز آماده میشه باز دیگه ماشین میایه باز برنج میکنیم دیگه. بسیار خوب. در اخیر اگر یک پیام داشته باشی پیام چی خواد بده؟ پیام ما از وزارت مثلا مالیه است که مثلا زراعت است که مثلا تجارت در خود کشور ما شوه که دیگه مثلا تجارت های ما برنج خودی وطن ما را بخرند مثلا به فروش برسانه که دهقانا دیگه که زحمتایش زیاد زحمت میکشه دیگه که زحمتش برشه مثلا قیمتش بالا بر برنج. بسیار خوب. در دویشی را گفتن که یک برنج بسیار مشهور است زمانهای سابق میگفت. حالا همو برنج به نام چی یاد میشه؟ آن زمان است نه؟ او برنج به نام برنج کلک بوده است که به خاطر زمین ها زیاد اجاره است دیگه او حاصلاتش کم است. مثلا یک جریب زمین 70 سیر برنج میکنه در دهقان کارا نمیشه که به خاطر اجارهش پورا نمیکنه، مصرفش پورا نمیکنه. خب بسیار خوب. حالا در تخمش هنوز هم است یا نیست؟ تخمش هست. مثلا در منطقه یک 20 نفر واری کشت کرده بود. زمینای شخصی داشت، اون کسایی زمین شخصی داره به خاطر یک میمان خوره اتر از او کشت میکنه دیگه. بسیار زیاد تشکر. برنج هم خیلی خوبش است. مثلا در پلو از برنجای مثلا خارجی کنه برنج خیلی مزهشون بالاست. مثلا که بسیار اون تو یک کمی وقتش میگیره در وقت تر کردن که چاش تر کنه مثلا در بیگاه آماده میشه خوب سمسه دیگه. بسیار خوب. تشکر باشین. بخیر سلامت. من باشین خوب باشین دیگه زحمتای خدا. سلام علیکم کاکا. صاحب نام چیست؟ و علیکم السلام. سخن نظر. سخن نظر خان فعلا خود در حال چی کار هستین؟ پوفه زدن. پوفه زدن. این پوفه را به خاطر میدونی که دیگ گرم بیایه؟ بله. خود چرا از کدام چیز دیگه از چوب گپا استفاده نمیکنین؟ چوب نمیشه. از چوب نمیشه؟ نه. خب
امی پوفا ای از چی به دست هم میاد؟ پوفت خودم همین تالیه. ای اشالی است؟ آه. از بریم تالیه. خب از برنج به دست میاد. بله. خب این به خاطر میزنه که دیگه گرم بیایه بعد چوب هم به آتش نمیشه. دلیلی که چوب آتش نمیشه چی است؟ چوب خیره میشود. خب چوب پورا نمیشه؟ نه. بسیار خوب. ایرا که میزنین باید به چقدر دیر باید شما آتش بزنین که دیگه گرم بیایه؟ یکون یک 20 دقیقه 5 دقیقه میتونه میسازی. خب در یک دست در آغاز که از 20 دقیقه پیش شما این کارا میکنین که تا دیگه گرم بیایه. بله. بازی دیگه گرم آمد بعد آتشش تا آخر روشن باشه؟ ها روشن است. باید خاموش نشه. نه. اگر- میشه. خب دیگه سرد میشه. بله. بسیار خوب. شما ما همکاری کنم اجازه است؟ تشکر. اجازه. ها خاک دیوانه میکنه. آتشش بسیار سوزان هستی شما باز اذیت نمیشین؟ حالا دیگه می عضو ماست دیگه. خب این از کار خودت است یا با کس دیگه کار میکنی؟ ما یک مقصد نفر کرایه هستیم. خب بسیار خوب نفر کرایه هستی؟ بله. اینجا شما را باز در مزدتان پول میته یا یک برنج میته لکان چه قسم است؟ خب روزی چند سیر برنج خواهد دادک؟ موش معلوم نیست چیز که نیست خواستم میتاری. خب تا هنوز تفاهم نکردین؟ نه. بسیار خوب. این کار قومیت بود کار از بین از موجوان نیست. شالی را برادر شما اسمتان چیست؟ سلام علیکم. اول دیگه اسم من بختیار است. تخلص میکنم پیمان از ولایت بغلان ولسوالی دوشی قری لختوغی. بسیار خوب. بسم الله. پیمان خان. پیمان خان این شالی را شما از اینجا بالا کشیدین؟ بله بالا کشیدیم. بسیار خوب. این چند روز در چا باید باشه؟ این کم از کمش خو 7 شب باشه. 7 شب. کم از کمش ها. بسیار خوب. باید همیشه آب داشته باشه. همیشه آب داشته باشه. اگه آب نداشته میده میشه باز. این گنده نمیشه؟ نه آبش خارج میشه به خاطر که زمین کش میکنه بشه. بسیار خوب. دیگه نمک هم میندازیم علاوه. بسیار خوب. این شالی را برای فعلا اینجا شما کشتین چی میکنید؟ این برای فعلا کشیدیم به خاطر هوی ضیافیش کمی خوش شوه. آماده بریان کردن شوه. بسیار خوب. این را باز بعد بریان میکنیم؟ ها بریان میکنیم. خب اگر یک پیام داشته باشی پیام چیست؟ اگر یگان شعر داشته باشی با ما یک زمزمه کنی. در حساب همین دیقانا یک مصر شعر کوتاه است. بسیار خوب بفرمایید. میگه خانه یارجانم دانی دغه که شالی کشت کده لخشم شماغه. صحیح دیگه از ولش یاد ندارم. با تنگی میروم تنگی در روزه به مسجد میروم وقتی نمازه الا یار جان بیا نماز قضا شد که کاری عاشقی پیش از نمازه. صحیح سوس؟ تشکر. بخیر باش سلامت باشین. چی خوب یک زمزمه همون تو عاشقانه کردی. بخیر باشین. بسیار خندان معلوم میشه فکر میکنم عاشق هم معلوم میشه. والا خو دیگه انسان ها غیر از بدون عاشقی نیست دیگه. عاشق چند قسم است نه؟ خب چند تو از کدام قسمش هستی؟ ای تو است که میگه خنده تقریبا نمک زندگی است. بدون شک. دیگه او خنده جواب نمیکنه به خاطر که شور نشه بخی. مقصد 80% اگه خندن در لب نباشه باز آدم خسته و غمگین میشه. در این وقتا که خسته بودیم باز غیر زود جنجالا بالا میره دیگه. رم سر لو من سیلیارم الهی گرگی گوش نه یک نماند دمادم میزند مالی الاله دمادم میزند مالی الاله زی پیشم میروی دلگیر شوی یار نشانی در سرگی قیر شوی یار
دیگه بعد وعده دان مساز نمیه. شکاف شکاف به مثلی کف گیر شوی یار، شکاف شکاف به مثلی کف گیر شوی یار. واقعا بسیار خوشمزه. بخیر باش، سلامت. این واقعا بسیار خوشمزه. تشکر. رسیدم لب دریایی که موجش شور و شر دارد. رسیدم لب دریایی که موجش شور و شر دارد. بدیدم 4 تلفی را که نه مادر پدر دارد. بدیدم 4 تلفی را که نه مادر پدر دارد. نی از مرگ است نی از مردن، نی از خواب است نی از خوردن، نی از ماما نی از کاکا، نی از اصلش خبر دارم. نی از ماما نی از کاکا، نی از اصلش خبر دارم. بیننده های عزیز، قبلا ما شما شاهد بودین گفتن که از زمانی که از اینجا ما بریان میکنیم، از بریان 1-2 روز دوجا میباشه، بعد میاریمش در خرمنجای اینجا مندازیمش و چند روزی را پای میزنیم تا اینکه برنج امی شالی چه شوه، خشک شوه. خشک هم به دلیل از این میگه که اگر تر باشه، اگر زیاد پای نزنیم، دلیلش هم گفتن که برنج بندک میکنه و او برنج صحیح نمیه. و دلیلش هم گفتن که بین چی میشه، شکسته میشه، 1 تا 2 تا و 3 تا میشه. به او اساس او برنجا رو میگه کس دوست نداره، بس به او اساس میگن که جمامیه میره در خرمنجای را پای میزنیم. حالا ما پرسان میکنیم که از کاکا چی پای زدن چی فایده های خواهد داشته. السلام علیکم. کاکا صاحب خوب هستین؟ بخیر سلامت خیرت است؟ اسمتون؟ جمعه خان. جمعه خان، اینجا که در خرمنجای شاله را انداختی چی میکنی؟ برنج جور میکنیم. برنج. خب برای فعلا همه چی میکنیم؟ فعلا پای میزنیم که خشک شود. خب دلیلی که پای میزنه که خشک شود اینجا؟ خشک شود، میده نکنه، گرمی میده نکنه که برنج خوب شه بده. خب بسیار خوب. این برای فعلا که شما پای میزنید که حتما میگن که سر و زیر شود، حداقل خشک شود. خشک شود، سر و زیر شود، خشک شود، به خاطر که بندک نکنه، گرمی نزنه، بندک میده میشه. خب اگر گرمی بزنه برنج میده میشه شالی؟ میده میشه. باز میده که خراب میشه برنج. خب بسیار خوب. این دلیلی که خیلی امیر میگن که در خرمنجای ببرین پای بزنین، دلیلش هم است که باید خشک شود و برنج میده نشه. میده نشه. اگر این پای نزنین شما باز برنج چی میشه؟ برنج میده میشه؟ میده میشه و خورده نمیشه. یعنی از خوردن دیگه خارج میشه. خارج میشه. این برنج که چی هستی شالی بنام چیات میشه برنج اگه بردست بیا؟ این کجک میگه. کجک حاصلاتش چطور است؟ حاصلات خوب است. یک جریب 2-3 برنج شاد بکنه. این از برنجایی نیست که زیاد در دوشی مشهور است. نه هم برابر همزو میاد دیگه. خب بسیار خوب. این دیگه اینمی که شما پای میزنین تا این مرحله که خشک شد، بعد خشک چی میکنین؟ خشک شد ترشل ماشین میکنین، برنج جور میکنین. خب این چند روز باید از اینجا باشه شما پای بزنین؟ 4 روز است. 4 روز پای میزنین. 4 روز باید باشه؟ 4 روز. بعد از 4 روز با چی تو میفهمی که خشک شده؟ ایسال میکنیم، دندان میزنیم، دندان بزنیم سخت کی بود. بازو میفهمی که وقتی برای فعلا اگه دندان بزنی سخت نشده؟ نه نرم است. خب باید دیره چند روز دیگه من متواتر پای بزنی. غیر امروز 2 روز دیگه هم است. میگه هفته و زیاد برش نقص داره، چی دلیل داره؟ نقص داره، نقص به خاطر بندک میکنه، میده میشه، میده. سایه برش خوب است؟ یعنی پای بزنی پولو بخوره اینطور مثل که سر زیر شود. خب بسیار خوب بسیار. اگه در اخیر کدام پیام داشته باشی؟ جور باشی سید. چیزی گفتن نداریم دیگه. سلامت بخیر باشین. بخیر باشین. بخیر باشین. وطندارای عزیز، ما در گزارش برنج وطنی در مرحله رسیدیم که اینجا شالی تبدیل به برنج وطنی میشه و حالا هم میبینید تراکتور در حال تبدیل کردن شالی به برنج وطنی است و حالا آمدیم که با وطندارا گفتگو داشته باشیم که این مرحله را به ما تشریح کنند.
فعلا در حال چی هستین؟ اونجا ماشین هستیم، ماشین بریم. ماشین برنج. ها. این ماشین برنج چند مرحله داره با برنج تبدیل شوه؟ بریم مرحله یا بریم شیلات. برنج سیله است. بریم شیلات. چند مرحله داره؟ 2 مرحله. خب مرحله اولش چه قسم است؟ مرحله دوم چه قسم است؟ مرحله اول حالا میشه، مرحله دو بریم میشه، سفید میشه. مرحله دوم که است به برنج تبدیل میشه. مرحله اولش علا است، یعنی علا، اونها که نیم شالی است و نیم برنج. بریم. بریم. بسیار خوب. دو مرحله داره گفتی. مرحله اولش علا میکشه، مرحله دومش هم برنج میکشه. این برنج به نام چی یاد میشه؟ بریم شیله نه. سیله چی؟ سرخه. سیله سرخه. یا برنج مشهوری که در منطقه شما است کدام برنج است؟ باده است. باده است. باده است. حالا هم نسل باده در منطقه تان است؟ منطقه است هم. باده بسیار زیاد است. بسیار خوب. این تراکتور چه قسمی مثلا سیر چند است تان میگیره؟ سیر یک سوال چیه؟ برنجه؟ سیر چرا 7 سیر. از 7 سیر 10 سیر میگیره. خب از 100 سیر 10 سیر برنج شما میگیره. خب بسیار خوب. این از خودتان است یا جامعه کارگر هستین؟ نه این کاریه. خب کارگر هستین؟ شما که در این یک مرحله کار میکنین شما چقدر برتون مزد میده؟ نظر به تفاهم است دیگه. بسیار خوب. چند نوع برنج فعلا در رایج است در منطقه شما؟ برنج جور است بسیار یک از دو. نه نوعش میگم چند نوع داره؟ نامایش بگید چند نوع برنج است؟ نوع برنج شیلا ماست، لوانگی ماست، بورا ماست. دیگه خب بسیار خوب. برای فعلا شما به نظر من معلوم میشه 3 قسم برنج برای فعلا داره. ها فعلا 3 قسم برنج است. 3 قسم یا شیلا هم لوانگی چی بورا. بسیار خوب. اگر یک پیام داشته باشی برای وطندارا چی پیام داری داشته؟ دیگه پیام خیلی داره. سلامت بخیر باش. چند نوع برنج شما دارین اینجا؟ اینجا 3 نوع 4 نوع برنج داریم. 4 نوع برنج. مشهورترین برنجتان چی است؟ برنج باده. برنج باده. برنج باده در یک جریب زمین چقدر حاصل میده؟ در یک جریب زمین شاید بیت خانه 200 سیر برنج. خب دیگه برنج که زیاد شالی که زیاد حاصل میده او کدام برنج است که شما؟ این به نام سیله. سیله؟ سیله. او در یک جریب زمین چقدر حاصل خواهد داد؟ یک جریب زمین میده یک 300 سیر برنج. 300 سیر برنج. باز کدام برنج که خوب پلو میده از نگاه مزه خوب داره کدام برنج است گفته؟ یه نگاهی که مزه خوب داشته باشه برنج باده است. برنج باده است. اینجا شما ترشال ما متوجه شدیم که 2 مرتبه پس در ماشین انداختین دلیلش چی است؟ یک دفعه میشه حالا دوم دفعه میشه این چی سفید میشه. دوم دفعه اگر در مرحله دوم سفید نشه چی میکنین؟ این مرحله دوم که سفید نشه مشکل از تراکتور است. خب باز اگر مثلا باز چی میکنین مرحله سوم اندازین یا نه؟ مرحله سوم میندازیم ما. بازو اگر نقصش زیادتر میشه مثلا توانش بالا میره سر تراکتور ولا مجبور است یا نه؟ نه خب مجبور است که باید بکنه سفید بکنه. بسیار خوب. برای بیننده‌های ما چی پیام داره کسایی که از برنج‌های خارجی استفاده میکنه برنج وطنی استفاده نمیکنه یک پیام داشته باشه؟ حالا اونا برنج‌های خارجی استفاده که میکنن اونا تکلیف میده مشکلات به سر انسان خیلی زیاد میاد. دیگه باز قیمت هم است. این بازی برنج هم مفید است برای معده هم مفید است برای خود انسان هم مفید است. این اولاترین برنج وطنی است. یعنی برنج وطنی فایده زیادتر داره. بسیار. شما اینجا مردم شما برنج برای خودتون کارشتین برای چی یا برای فروش هم است؟ نه به خاطر خود ما. برنج زیاد نیست که برای فروش باشه. این به خاطر خود ما. بسیار خوب تشکر. همچنان شما هم. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام. خوب هستید اسمتان؟ اسام‌الدین. اسام‌الدین خان مسئول تراکتور هستی؟ مسئول تراکتور هستم. بسیار خوب. شما در اینجا 100 سیر شما چقدر از اینا برنج میگیرین؟ 100 سیر رئیسه. 100 سیر رئیسه. این شما در منطقه که در اینجا ما قرار داریم کل منطقه یک تراکتور داره دیگه تراکتور هم هست. دیگه تراکتور هم هست که ساحه داره با ساحه سمی بخشی هستن. هر کس سر خود کار میکنه. بسیار خوب. در اینجا ما میبینیم که تراکتور این کار مردم سهولت کرده مردم استفاده میکنه زود به برنج تبدیل میکنه. سهولت کرده کار مردم آسان کرده برنج مردم آسان میشه قسم صابر و سوت چوب نبود افجاز نبود. ولی در ماشین کار یک روزه در 1 ساعت میکنه. قبلا ماشین که نبود مردم شالی خود چگونه به برنج تبدیل میکرد؟ وقت توصیل ابجو از سوت چوب میگه کارو رو که چی میگه شالی رو برنج میگه. اینا به این معنی که اگر برنج تبدیل کردن از خیلی مشکلات زیاد داشت بود. بسیار مشکل داشت. او 1 ساعت 1 روز وقت کار میکنه و 1 ساعت کار میکنه. شما شنیدگی دارین یا اینکه مثلا از بزرگان شنیدین که حتما مردم ما از بزرگان شنیدیم میگه.
حتما اینمی کار را که تو بر یک ساعت میکنی حتما اونا بر 2-3 روز میکنن. 3 روز میکنن. بسیار خوب. بازم اگر از این کدام سهولت های بیشتر شود چقدر خوب است دیگه نه؟ خیلی خوب است. سال یک کار یک ساعت در 10 دقیقه شب خوب نیست. بسیار خوب. ما شما در کلی کار خود رسیدگی میکنیم. بسیار خوب. اگر یک پیام داشته باشی برای بیننده ها چی پیام داریم؟ ما مشکل نداریم. پیام اگر داشته باشی؟ پیام مشکل نیست. اگر کدام دستگاه بالاتر و خوبتر پیدا شد کار مردم یک ساعت در 10 دقیقه بکنه مردم از این خوش داره. تشکر بخیر باشید. بیننده‌های عزیز این هم گزارشی از برنج وطنی که قسمت دوم و قسمت آخر بود که ما براتون گزارش دادیم چگونه برنج وطنی از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه. برنج وطنی یکی از بزرگترین محصولات افغانستان به شمار میره. بر علاوه از اینکه محصولات وطنی است همچنان میتونه در اشتغال زایی برای هزاران خانواده کمک کنه. برای حمایت از ما شما می توانید که کانال یوتیوب دیدرس را سابسکرایب نموده زنگوله را فشار دید که تا برنامه‌های بعدی را شما بیننده باشین. همچنان در قسمت کامنت شما می توانید نظریاتتان و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازین. تشکر از اینکه با کانال یوتیوب دیدرس هستین. تا برنامه بعدی خداحافظ.